کسانی که تحقیر به ریشی داملا میکند داند که تحقیر به سنت پیغمبر خدا دارد. کسی که عداوت به ریش دارد و ریشدارها را ریشکی میگوید، حال متاسفانه این اصطلاح هم برآمده است، و دشمن پیغمبر خداست و تحقیر کننده به پیغمبر خداست. کسی حتی موی پیغمبر خدا رو مویت گوید، فقها میگن کافر میشود. اون طرف دیگه خودتان میتونید معین کنید. اون مخنث هایی که اون منقورت های مخنثه که امروز اینا رو مخنث میگن در اصطلاح اسلامی، ریشاشون رو میتراشن به خودشان، اینا مود میدانن به خودشان، اینا تجدد میدانن به خودشان، اینا پیشروی میدانن، ترقیات میدانن. اما وقتی که ریشدارها رو ریشکی گفته تحقیر میکنن، اینها بدانن نه تنها تحقیر بر پیغمبر خدا و بر دین و آیین خود، بلکه تحقیر بر گذشتگان خود، بر نیاگان خود، بر پدران خود، بر بزرگان خود دارد. زیرا 1300 سال تمام گذشتگان ما بارش بود، هیچ کدام اونها ریش تراشیده نبود، مخنث نبودن، زرمزاج زن صورت نبودن. از ابو عبدالله رودکی به فردوسی و حافظ و مولانا و سعدی و امام اعظم همشان صاحب ریش و سله بودن. تحقیر بریش، نفرتی بریش، نفرتی به اونهاست، نفرتی به تاریخ است، نفرتی به ملت است، نفرتی به بزرگان ملت است، نفرتی به فرهنگ دین است. برادر عزیز،